تاریخ 10 اسد یا مرداد ماه سال 1378 خورشیدی یکی از روزهای فاجعه بار در تاریخ زنده افغانستان به شمار می رود. در این روز گروه طالبان پس از یک مرحله جنگ و شکست و عقب نشینی دوباره شمالی را تصرف کرده و به انتقامگیری شدید از مردم این منطقه روی آوردند. در آن سالها فعالیت رسانه ها به شکل امروزی گسترده نبود تا اعمال طالبان ضبط و ثبت گردد، اما بر اساس روایت های شاهدان عینی و آسیب دیدگان، طالبان در 10 اسد 1378 خورشیدی به کشتارهای جمعی، کوچ اجباری صدها هزار انسان، آتش زدن و ویران کردن خانه ها و باغستان های مردم شمالی متهم هستند. بس حد که رتوله در رفتن هر جای دیدیم موتر او پیش بود، موتر طالب در ردش میگو که شما کسی چیزی نمیگدتان بید خانه و روز ساعتتان بشینه، امنیت است. با مردم کلش برد، بندی کرد، زد، کشت، نصف مردم دارم یا مردهش ماند. این موتر قد طالبا یک جای بود؟ موتر طالب در دم بیش بود، تو پیش موتر طالبان میرفت. این موتر مربوط صلیب سرخ بود؟ موتر مربوط صلیب سرخ بود، بله. بایرقش هم مارکش تو میشنید؟ همش کلش هم میشنید. 100 کرد دیدم میده سرکای کابل در میده در جا که دیدم همون موتر صدا میکرد که امنیت هست، کسی را کار نداره، بشه در بیاید در خانه روزاتش. مردم ها که پس آمد نه که زدن و کندن و کشتن و تولی کار افتاد. وقتی که در خانه تو رفته بعد از او چه کرد؟ بعد از او که ما آمدن بود که نصف مردم برد، زنش یک سو برد، مردش دیگه سو و بازی که کشتنی بود کشتنی. اون را خب کل دنیا معلوم شد که خانهاش از 240,000 خانه را دادن. خیر ببینی خب. شمالی به منطقه وسیعی از مناطق شمال کابل اطلاق می گردد که از کوتل خیرخانه کابل آغاز و تا کوتل خاواک پنجشیر امتداد می یابد. بخش شمالی ولایت کابل یعنی شهرستان‌های 7گانه بخش شمالی کابل و همینطور 3 ولایت پروان، کاپیسا و پنجشیر شامل منطقه شمالی بزرگ می شود. روایت هایی که از عملکرد طالبان در شمالی نقل می شوند هولناک هستند. مردم می گویند که طالبان در آن زمان در شمالی مرتکب جنایات جنگی شدند و نظیر آن در تاریخ تکرار نشده است. شماری اما عملکرد طالبان در شمالی را با عملکرد لشکر قبایل جنوب به رهبری محمد نادر شاه سابق افغانستان مقایسه می کنند که پس از اعدام امیر حبیبالله خان کلکانی به سرزمین شمالی یورش برده و به انتقامگیری از مردم شمالی پرداختند. انتقام از این که چرا مردم شمالی در رکاب امیر حبیبالله خان کلکانی علیه حاکمیت قومی آن زمان شمشیر زدند. شاید کمتر خانواده‌ای در شمالی وجود داشته باشد که روایت تلخ تهاجم طالبان و رفتار انتقام جویانه و خشونتبار این گروه را شاهد نبوده باشد و روایتی از آن داستان‌های خشم و خون نداشته باشد. همین که باب بحثی در این خصوص باز می شود، مردم شمالی از خاطرات فراموش ناشده خود روایت‌هایی را بیرون می کنند که انگار این حوادث به تازگی اتفاق افتاده باشد. یکی از دلایل رفتار خشونتبار طالبان با مردم شمالی شکست سنگین چند ماه قبل این گروه بود. در سال 1378 چند ماه قبل از آن جنایت طالبان یک بار شمالی را تصرف کردند، اما ضربه مهلکی از جانب نیروهای مقاومت به رهبری شهید احمد شاه مسعود بر آنان وارد گردید و شکست پرتلفاتی را تجربه کردند. گوش کو، او پلانی که ما شما تهیه کردیم تا فعلا پلان روی کار نشده. مردم که وظیفه به پلانگاه بود به سمت شمال جنوب بود، او مردم ها خب بعد از آن
طالبان برای چندین ماه مصروف تدارک تهاجم بعدی بودند و لشکری حجیم دیگری تهیه کردند که حامل انگیزه کینه و انتقام علیه مردم شمالی بود. در ویدیویی که تماشا می‌کنید، احمد شاه مسعود فرمانده کل نیروهای مقاومت ضد طالبان در ولایت پنجشیر مصروف رایزنی با فرماندهان است تا چگونه شمالی را از چنگ طالبان بیرون کند. اولا ما و شما همقدر که در این پایان بالا پیش طفل سیاست میگردیم، به کدام چشم بگرده؟ همین مردم بگردیم شما کلتان جور، سلایتان در دست ما، چی که فکر این وطن اگه چیز گرفته دشمن؟ یعنی به خدا او طرف خو از یک طرف جگری آدم خون میشه. قسم به پروردگار که هر دفعه که میرم بگم پروردگار را 100 دفعه میمردیم، همین مردم ما را جور نمیدی که نه مردین، نه کشته شدین، نه اسیر شدین. شما را چی شده منطقه را ترک؟ تنها چند روز بعد از این جلسه اضطراری است که نیروهای مقاومت از 4 گوشه شمالی لشکر طالبان را به محاصره کشیده و از این ولایات بیرون میرانند. صد دیگه همه چی رو میکنم ما میخوام 100 از خود 4 تا 6 ساله که الان سال هم بگیرم با 6 ساله که من سخت میشه ولی ما 80 90 میتونم خلاص من چرا تو برو بخیر مردی مهمات ها راکت قلبی سخت من مردی مهمات کی رو بگم دیگه بسم الله دل آقا بومون بخیر ما بخیر بخیر و 10 اسد سال 1378 در امتداد همین وقایع اتفاق می افتد. طالبان با حس انتقام به جمع‌آوری نیروهای جدید می پردازند. اینجاست که رفتار طالبان شبیه رفتار لشکر جنوبی ها در زمان نادرشاه می شود. اما آگاهان مسائل تاریخی می گویند که حس انتقام جویی طالبان صرفاً ریشه در شکست چند ماه پیش آنان نداشت، بلکه افراد طالبان از همان بدو ورود به شمالی با دلهای پر از کینه و حس انتقام نسبت به شمالی ها وارد این سرزمین شدند و خود را در نقش لشکر جنوبی ها می دیدند که یک بار دیگر فرصت پیدا کردند تا مردم شمالی را سرکوب کنند و روحیه سرکشی و ایستادگی این مردم در برابر حاکمیت قومی را از بین ببرند. اینکه طالبان در زمان تسلط دوباره بر شمالی در 10 اسد 1378 صرفاً به قتل و کشتار و آزار مردم بسنده نکرده و به آتش زدن باغستان‌ها و تخریب کانال‌های آب نیز پرداختند، نشان دهنده این واقعیت است که رفتار آنان محدود به انتقام جویی جنگی نبود، بلکه در ابعاد وسیع‌تری طالبان علیه مردم شمالی برنامه داشتند و رفتارشان از کینه‌های تاریخی ریشه‌دارتری منشأ می‌گرفت. برو ما مردم خراب مردمی تاک و دار و درخت ما و خانه ما چی گناه کرده بود که به یالت رسانده نشه. خصوصا این سه ولسوالی سمت شمال بسته مکمل هم تو سوختان در دادیم یا با درختها دشمنی داشتن. خانه مالا، قرآن شریف ها، مسجد مالا، کلش در دادن. خانه رو در داد. درختای مردم قطع شد. چیزی که زندگی سابقه بود قبلا پولشون رو چپاول کردن به تاراج بردن. دیگه چیزی دیگه باقی نمون برای ما مردم.
تا یک هفته بعد مردم در نقاط مرتفع شمالی شاهد دود و آتش برخاسته از حریق تاکستانها و مزارع خود بودند. همه چیز در پیش چشم مردم به باد فنا می رفت. خرمنهای گندم، سایه های درختان و آب روان به عنوان سه منبع ادامه حیات در آن زمان طعمه آتش می شد و از کف می رفت. پس از آن طالبان سرزمین شمالی را به محاصره سخت اقتصادی کشاندند. شمالی محاصره شد و طالبان اجازه نمی دادند که بیشتر از 1 کیلو روغن یا گندم یا برنج از بیرون وارد منطقه شود. این در حالی بود که مزارع مردم آتش زده شده بود و کانال‌های آب قطع. گندم یگانه ماده غذایی برای مردم شمالی بود که از زمین‌های کوچک خود آن را به سختی حاصل می‌کردند، اما خرمن‌های گندم در آتش انتقام طالبان سوخته بود. این در حال است که طالبان مهاجم به طور گسترده از سوی ارتش پاکستان حمایت جانی، مالی و لوجستیکی می‌شدند و نیز کشورهای مشخص عربی از هیچ کمکی به گروه طالبان دریغ نمی‌ورزیدند. برغم آن همه اتفاقات بد که افتاده و مردم شدیداً در فقر و گرسنگی به سر می‌بردند و به انواع کمک‌های بشردوستانه جهانی نیاز داشتند، اما کمک‌های نهادهای همچون صلیب سرخ بسیار کمرنگ و خیلی ناچیز بوده و صحبت‌ها و یادداشت‌های شاهدان در این زمینه دردناک و تأسف‌بار است. خودم شاهد هستم با فقر کابل تنها در خط باریکاب که پاکستانی ها بودن، خلاص همه قوامه و بیش از 20 میل بیم 12 داشتن تا که همه ایشان 170 نفر کشته نشدن و جسدایشان، لاشایشان نفتید، خط اعلان نکرد. دوباره اگر جنگ آمد باز کسی جمع تدیش نمیکنه. اگر بازم خداوند سپاس، هزار سپاس که بازم زمینه باز مساعد شده، همین فرصت باز وجود داره که همه برادرها دوباره جمع شویم، به یک اخلاص گفته شما، به یک صداقت، به یک اگزیستی دوباره سپس شویم در برابر پاکستان. در برابر روس نجیب که شکست داد، پاکستان خود با این حالت که است خود به خود انشاءالله چیزی در توانش نخواهد. و شکر دیگه شما می‌کنم که خدا و عالم امکانات زحمت همین برادر هستند که نکته قابل مکس دیگر عدم توجه مسئولین بخش فرهنگی جبهه مقاومت، فرهنگیان شمالی و در مجموع سیاسیون است که از آدرس مقاومت و مردم شمال در فردای پیروزی و مقاومت سهیم قدرت شدند. برغم امکانات زیاد، وقایع آن زمان به شکل شایسته و بایسته ثبت و ضبط نشدند. این مسئولیت است که هنوز هم بر شانه‌های فرهنگیان شمالی سنگینی می‌کند. یکی از دلایل این امر میتواند این باشد که مقاومتگران و مردم شمالی در سال 1380 پیروزمندانه وارد کابل شده و به اصطلاح شادی و وجد پیروزی موجب زدودن آثار ظلم و جنایت شد که چند سال پیش از پیروزی بر آنان رفته بود. هرچی بود، اما میتوان آن را یک غفلت بزرگ نامید. امروزه باز هم طالبان مهاجم بر شمالی حاکم شدند و گزارش‌هایی از رفتارهای خشن با انگیزه‌های انتقام جویانه این گروه با مردم شمالی به نشر رسیده است. شاید بتوان گفت که آنچه امروز تکرار تاریخ بر مردم شمالی خوانده می شود پیوندی به همان غفلت بزرگ داشته باشد. غفلت در همه ابعاد و سطوح آن که پرداختن به آن مجال بیشتر و سعی بیشتری می طلبد.